خانه برای کودک خردسال باید جای امن و موافق به وی باشد. همین که کودک خزیدن را سر می کند یا راه می رود، او هر کنج و کنار خانه را تحقیق می کند. برای پیشگیری از حادثه های ناخوش، اول خودی محیط خانه را با کودک مطابق سازید. مثلا داروواری، مواد شستشویی یا اشیای تیز خطردار را در جای بلند نگاه دارید که کودک دسترسی نداشته باشد. شکاف‌های پایانی آشخانه را که در آنها کارد یا ظرف‌های شکننده هستند قفل کنید. برق رزیدکه‌ها را با وسیله‌های محافظتی پوشانید. کودک می‌تواند هنگام کشف کردن دنیای گرد و اطراف به خودش آسیب رساند. این کاملا طبیعی است، اما وظیفه ما کم کردن خوف هاست. مثلا گهواره یا کتی کودک باید دارای پنجره باشد تا کودکی تقریبا 1 ساله شبانه برخاسته میتواند بیفتد. هنگام آبازی هیچگاه کودک خردسال را تنها نگذارید. همگی چند سانتی متر آب کافی است که او را به خطر گذارد. در تاجیکستان معمول است که کودکان در آتشدان و دیگ‌های آشخانه نیز نزدیک میشوند. بنابراین هنگام پخت و پز احتیاط کنید، کودک را دور نگاه دارید. کوشش کنید که اشیای خیلی میده را مانند باتریکه‌های ریزه، تنگ، توگمه از دسترسی او دور کنید، چون کودکان هر چیز را به دهان میبرند. باشد که حولی و خانه ما برای کودک میدان بی خطر بازی و تحقیق گردد. شما برای امنیت کودکتان در خانه چی چاره ها دیده اید؟ مثلا رزیدکه ها را محکم کرده اید؟ شرح خود را در کامنتاری به ما ارسال نمایید. دوستان گرامی، یادآور میشیم که شریک برنامه ما شرکت لین دیوید می باشد. لین دیوید، برای تمام عائله.